تکراری‌های بین این دوتا لیست رنگی شدن. سریع بیا بریم بهت بگم چجوری انجامش دادم. خب من میخوام یک فرمتینگ شرطی بهش بدم دیگه، پس میام لیستم رو انتخاب میکنم، میرم توی کاندیشنال فرمتینگ و میگم نیو رول، میخوام یک رول جدید براش بذارم. میرم توی یوز فرمولا، براش فرمول مینویسم، فرمولش هم عین همون چیزیه که قبلا نوشتیم، فقط دیگه ایف نیاز ندارم. اونجا میخواستیم بله و خیر بنویسیم، اینجا میخوایم هر کاندیشنی که مینویسیم اگه برقرار بود فرمت ما رو اعمال بکنه. پس کافیه بنویسم مساویه با کانتیفز تعداد لیست دو رو بشمره، با این شرط که ولیوش هر آن ولیوی باشه که در لیست یک وجود داره، یعنی سلول آیدو. نکته مهمش اینه که من اینو باید نسبی بکنم که دونه بدونه برام به درستی حساب بکنه. کانتیفز رو میبندم، میگم اگر این بزرگتر از 0 باشه، یعنی اگر تکراری بود. حالا یه فرمتی هم بهش میدم، میگم مثلا این رنگ نارنجی رو بزن براش، اوکی و تمام. الان میاد دی، جی، اچ و سی رو برای من رنگی میکنه، چون فقط این حروف هستن که توی لیست 2 برای من وجود دارن. این پست رو سیو کن و بفرست برای اونی که میدونی خیلی بهش نیاز داره.